الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل شأنه می فرماید إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظیم. امشب انشاءالله درباره ترس گپ میزنیم که ترس چند نمود میشود و الله جل شأنه در همین سوره آل عمران آیه 175 چی میگه؟ بسیار باب عجایب خوب ایده برای انسان مسلمان، بسیار در کاره. خوف یکی ای عبادت ها برای الله جل شأنه است که انسان باید ای خدا ترسه. لیکن علما همین ترس سه تقسیم کردن. یکی میگن که خوف و سر، یعنی همو چیز نیست که در دل ترس داری. مثلا ترس داری که همو بوت ضرر میتیه حالا که بوت ضرر نمیتیه، یا ترس داری که همو قور ضرر میتیه، یا ترس داری که فلانی نیست در چون جا همو جا که حضرت گپا میشنوه ترس میتیه. این خاص خدا است، پیغمبر نمیدونید که در فلان جا چی گپ رفته است. فهمیدی یا نه؟ این در شریعت اسلامی همین نمود خوف درست نیست. چی؟ درست نیست. انسان باید تنها اعتقادش همین باشه که الله جل شأنه مطلع همه خبرها و اسرارش هست، یا ای که فلانی بوت باشه یا فلانی انا صاحب قور باشه او اوجا نمیشنه در قضل کلکی در چک خود چی گب رفته است. فهمیدی؟ فقط الله جل شأنه اینا میدونه. دوم خوف مخلوق در عبادت خداوند خیلی، یعنی یک انسان میترسی و عبادت الله نمیگی، میترسی در پیشش حق نمیگو، یا میترسی در پیشش نماز نمیخونی، یا میترسی در پیشش روزت نمیگیری. این حرام. سیم نمود خوفی طبیعیش میگن. نه یا سگ وعص می نمیترسی، یا آدم وعد میگه میترسی. حتی ای پیغمبرها همین خیلی هست. خدا در قرآن قصه حضرت موسی را میگه که خوف طبیعی چی در موسی علیه السلام. همه مخلوق هست، انسان بجوش پیغمبر باشه بجوش ترس میترسه. فهمیدی یا نه؟ این هیچ گپ نداره. این برای طبیعت انسان همین. الله جل شأنه میفرماید که انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوه. همین شیطان انسانای مسلمان ای پیرواش میترسونه. یگان کاری ثواب کنی باشی، یا نماز باشه، یا روزه باشه، یا درسی باشه، یا یک امر معروف باشه، در دلت میاره که اوه میقفنه در کار. با شیطانای انسی هم داره. بعض انسان هست که بخاطری فایده میگه، بعض انسانی هست که او خودش نه نماز میخونه نه روزه میگیره، او پروای دین تم نداره، نه که میاد هر روز یه بار میترسونه که انا میقپانه تا انا مرد که سوتت مینه، یا خلاص میخیال نکه که پیشتر نیستن. حالا که الله جل شأنه انسان حمایت میکنه. برای میگه شیطان دایم در همین روی زمین انسانهایی داره که اهل علم و علما را و مسلمان ها را میترسون. حتی ای بوتا و ای قبرها و ای طاغوت هاشو و ای سرکشاشو میترسون. برای خدا میگه فلا تخافوهم، ای بندگان من شما ای اوها نترسید، فقط ترس و ایمو باشه. عالم ها میگن که اگر انسان ای خدا بترسه، اگر خوفی بنده هاش ای دلش میوره میره دیگه ای بنده هاش نمیترسه.
لیکن اگر ترس مخلوق در دل جا کردی، ترس بنده را در دل جا کردی، ترس خدا دیگه در دل نمیاد. فلا تخافوا، خدا میگه از این بدبختا شما نترسید، ای جادوگراشو، ای ساحراشو، ای بینمازاشو، ای بیرو، ای ظالما و ای نترسید. فلا تخافوا، از اینها نترسید. و خافونی این کنتم مؤمنین، فقط ای مبترسید اگر شما مؤمنی. انسان سلمان دست خودش تو قش دیگه ایگون مخلوق باید نترسه. ها انسان مسلمان خودش چیکار میکنه؟ احتیاطات چه میگیره؟ احتیاطات چه میگیره؟ یکی دیگه جوش دیگه او حقا فلانی قبل چپم نه، فلانی بود چپم نه، از گم فلانی میشنوه، انا دهنم تا مخره، پام تا مخره، گپی بیکاره. الله جل شأنه تنها حیات انسان، حیات بنده را میدونه که چیکار کنه. غیر خدا هیچ که نمیدونه که اینجا چیکار کنه. تو در خونه چیکار کنه یگان کس نمیدونه، نه اولیاش نه انبیاش، الله میدونه. فقط خدای بوده تا خم میدونه. خداوند میگه و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. مردم دو نمود هست. یا نمود هست که مسلمان هست، میگه ایمان به خدا آورده. یک نمود هست که او مسلمان نیست، کافر شدگی. اما انسان هایی که میگن به خدا ایمان آوردیم، خدا اونا را در این دنیا امتحان میکنه، ابتلاش میکنه، اگزامش میکنه. خداوند بعضی را به مالش، بعضی را به فرزندش، بعضی را ظالم مسلطش میکنه که انا او ظالم یا شتکش مینه. بعضی را خداوند به یک همسایه بد گرفتار میکنه که هر روز خبرکشی مینه. بعضی را به یک قشلاقی بد خداوند گرفتار میکنه که میره خبرکشی مینه، میره مردم لد مینه. بعضی را الله جل شانه به کسل امتحان مینه. خداوند هر یک مصیبتی که بالای شما میاد این امتحان خدا. مردم گفتم دو نموده هستند. یک کسی هست که برفتن یا پلشه یا مالشه یا زدنشه یا میوهاش نمیشن یا زمینش نمیشوه، خداوند امتحانش مینه که همه بنده من شکرگزاری خدا را مینه یا نمینه. در این دنیا بخواهی نخواهی امتحان مینه که راحتی تا ای بنده مسلمان روز قیامت است. این دنیا جای راحت نیست. راحتی تو روز قیامت است. اگر 100 سوم صرف کنید، 100 سوم مال نشید، گندم نشید، پخته نشید، خونه نشید، یک پلیک موندگیش بدی، به خاطر یک کسلی تا اومد دست کشیدن گرفتنش، یقین بدون که پاداش او را خدا در قیامت برای تو میده. دویم نمود انسان ها هستند که به خدا ایمان نمیارند. اونها در این دنیا رنگ هم مسلمان خدا امتحانش میره و عذاب میکشن، نه که عذاب سخت‌تر با روز قیامت ای که در عذاب الهی چکا میشوند؟ گرفتار میشوند. در عذاب الهی گرفتار میشوند. بین مسلمان کافر همین قضیه خداوند برای هر یک مشکلاتی که بالای یک مسلمان میاره خدا اجر پاداشش میده. نه که برای انسان کافر نه. همین مشکلات هم که اومد در دنیا رو هم تا مشکلات داره، در آخرت با این سخت خدا عذاب. خداوند در سوره عنکبوت میفرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله. بعضی از مردم هستند که به زبان میگن که ما به خدا ایمان داریم، ما به الله چیکار داریم؟ ایمان داریم. فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نکی وقتی که این اگر غم شد دادن خیال نک خلاصه که خدا ما را زد که تا غم بودست، نه مسلمان تنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمن تو در به بده می روده و روچکی شتر آوند سرش پرت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمن تو در به بود، ای پدر و مادر ایمن تو در به بود، دندانش شکستن زدن شکستن همین دشمنان خدا و پیغمبر. این خیلی نیست که تو مسلمان باشی باید خوب زندگی کنی و کافر باشی، نه طریق هم نیست. مسلمان خدا در این دنیا تو را امتحان میکنه. هر یک خاری که در پاد میزنه خدا درجت در پیش الله بالا میکنه. خداوند در جنت را بالا میکنه. هر یک مصیبت به بالا میان فکر میکنی به او عذاب میکشی، الله جل شأنه تو را درجت در جنت نعیم بالا میکنه. هر یک عذابی که به خاطر اسلام و به خاطر خدا و به خاطر پیغمبر تو را میتین، والله که تو را به خدا و پیغمبر قریب میکنه.
تو خیال نکن که اگر یک سمت میگیرن یا غم میتین تو با ایتر ذلیل کرد. و انسانی که اگر بکنه این کار بگه به همیم مردم غم میتیم، به همیم مسلمان غم میتیم، این را فراموش که تو غمش نداره. این را هیچ وقت فراموش که تو را غم نده، بلکه خطا بدبختی یک کثافت که افته. تو خطا انسانی کرده که خدا ایت بیزار است، تو انسانی کرده که پیغمبر والله روی تو را نگه نمیکنه، تو خطا انسانی کرده که روز قیامت چه به چهره پیغمبر رو پرو میشه. تو هیچ وقت رو پرو نمیشه. من باشم، ایشان باشم، یا ملا باشم، یا عامی باشم، این عذابی که یه روز من نمیتین، عذابی که یه ساعت نمیتین، همون 100 سومی که ایمون میگیرن یا 50 سومی ایمون میگیرن، او را من میومه جمعیتی. این برای ما مهم نیست. لیکن تو دعوای مسلمانی داری، دعوای خدا ترسی داری، 5 وقت نماز اگر دمچی تمخونی والله که نمازت قبول نیست. قسم به الله نمازت قبول نیست مادامی که یک مسلمان آزار میتی، مادامی که یک کس به سر مسلمان میاری یک سومشه میگیره، مادامی که یک کس به سر مسلمان میاری زن شغم میتی، فرزند شغم میتی، مادر شغم میتی، پدر شغم میتی، ایمان او را ناراحت میکنه. والله که تو نماز نخون برای یک عبادت خونه ارسا برای عبادت کو برای تو بیاد. جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. خدا میگه که بعد انسان‌های هستن مسلمان تو خسته نشه که تو را امروز غم میتی، از دین تم نگرد. بعد مسلمان زبانی هست که اگر یک بار غمش کن ای دین میگردن. نه این خیلی مسلمان تو نشه. بلال رضی الله عنه را در 60 گرادوس عربستان سعودی در بالاش سنگ میوندن ای دینش نگرد. عمار ابن یاسیر عمار پدر مادر عذاب میدادن، فقط میگفتن که یک بار محمد حقارت که حقارت نکرد. جان داد سمیه اولین شهیده اسلام جانش به خدا سپرد، کافر به خدا نشد. حضرت بلال رضی الله عنه گفتن که به یک بار همی پیغمبر حقارت که جونت خلاص شد. گو والله که یک بار پیغمبر من حقارت کنم این بدبختای کافرها خرسند میشوند، والله که نمیفارم که خنده را در لبان کافرها بینم، من عذابم تیم. لیکن با این مسلمان باید خسته نشه که من غم میتیم. مسلمان باید با این قایدینش نگرده. فلا تخافوهم، والله ایوه نترسه شما، و خافونی این کنتم مؤمنین. خدا میگه ایما بترسه. مردن یک بار هر انسان میمیره. غمتی همه غم داده میتونه. من والله غم داده میتونم اگر بخورم، ایرم غم داده میتونه، فلانی رم غم داده میتونه، ایرم آدم آورده میتونه، فلانی رم آدم آورده میتونه. لیکن یک چیز را نمیمونه که یک مسلمان غمتی ترس خدا، ترس الله جل شأنه. ترس الله جل شأنه که انسان نمیگذاره که یک انسان دیگر غم تگه. من نمیتونم غم دادم، من نمیتونم غم دادم. یک انسان دیگر نمیتونه غم داده. که خداوند میگه که ای مسلمان تو مسلمان آزار نتی، لیکن ایرم فراموش که ایرم با یاد بیار، فراموش نکه که از او بنده ها نترس. ای ما بترس، او هیچ کار دست نمیاد. خدا در تقدیر هر یک انسان چیزی کشیدگی روزی مردنش، روزی مرگش، روزی لطش، روزی پل گرفتنش، روزی ایمان آوردن، روزی کافر شدنش پیش خدا معلومه. ای او قضیاتی هیچ کار کرد نمیتونه که در پیش خدا چی جواب میدی؟ من در پیش خدا چی جواب تیم؟ اگر برم یک انسان بر سر یک مسلمان بیام چی میگون در پیش الله؟ همین خدا راستم کنه بگه زمین دادم، سوم دادم، بچه دادم، دختر دادم، آرامت کردم، تنجت کردم، چوت بنده های خدا را غم میتی؟ چی میگوی در پیش خدا؟ چخیلت پیش حوض پیغمبر میره یا رسول الله ایمو حوضت به من آب تیمنه شفاعت که حالا که تو امتاش آب شوده چشماش میرزونی، ظلم میکنی مردم، پل شما میگیرن. تو چی جواب میتی در پیش الله؟ یک بار برای یک طور که این قد فکر که یا با فکر که من چخیل به پیغمبرم رو برو میشم. هیدا مسجد نیو، نماز نخوندن گردن یا کریس کشو که بگرد، هیچ کاری چیز نمیگر. این برای تو والله بیای یک فرزند مسلمان، یک زنی مسلمان، یک انسان مؤمن آزار میتی. خدا میگه فلا تخافوهم، نترسی از اونها، و خافون ایما بترس. او پلی که ایت گرفتن، او چیزی که ایت گرفتن ما برای او با میتی، لیکن از ایمانت بیرون نشه.
إن كنتم مؤمنين. از حضرت ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است، می فرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که ضعیفترین ایمان، بیجانترین ایمان، ایمانی هست که به ناراضگی خداوند مردم راضی می نگه منی به خاطر یک مال دنیا. والله ایمان تو پسترین پلیترین ایمانه، تو به خاطر مال دنیا و چیزی دنیا و همین دنیا که چهار اکثر همه میمونه. ایشان مرد خوجرم مرد، بابای معدیرم مرد، اکای دودر خوجرم مرد، همه میمبره. والله که منم میمبره که نمیمونه در دنیا. او رفتن ما را میدم شمیریم با هم قلعه نیکی او کردم به خودشوا. اگر مارم اگر کنیم مینیم، نیکی اگر مارم نکنیم با راه جزیری و ایرونی را اگر بگیریم خدا ذلیل مو میکنه. رسول اکرم چی میگه؟ پلیترین ایمان، ضعیفترین ایمان، کوچکترین ایمان ایه که تو به خاطر دنیا و راضی کردن یک بدبخت ظالم تو خدا را ناراضی میکنی. ای مسلمان اگر تو بخوای که ایمانت با قوتتر ایمان باشه، تو او نترس، خدا را رضا کن. یک مسئله خدا ایت راضی میشه و هموارم ایت راضی میشه. در همه قانونهای روی عالم پسترین انسان خبرکش است. برای پیش یک ارس، برای یک امریکنس، برای پیش یک کافیره که مسلمان غمتیه، برای بگو که امیر در بین شما خبرکش چه خیلی انسان های همون توف مینندن همین خیلی این فطرت بشریت های با این خیلی کاریش که آورو نمیگیره. والله کیش که آورو نمیگیره. امروز در دنیا حقارت میکنن، در آخرت والله نه خدا پیغمبر برود نگه نمیداره. ایرا من نگفتم، ایرا خدا گفت پیغمبرم کتاب خونده است اما الا اومده است. این سخن من نیست یا سخن یک کسی دیگه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که و ان تحمدهم علی رزق الله، یک کس که یاسم داد ایتا بدبخت نشه که برای هم یاسم تعریفش که جنتش بدرو، ایتا نشه. مسلمان باید حق بگه این خیلی نیست که فلانی هستم دادم که حضرت دعاب تا که گود بهشتیش کنم، این طریق گب نیست نشده. ای بدبختی تا، ای ضعیف بودن ایمان تا. یا اگر نداده دیاسم بسیار بدبختی مرده خدا زده سون دارم میمرد دیاسمو میداد. نه این ما بدبختی ایمانداریت نیست. این بدبختی تا ایمانداریت نیست که اکو مردک سومش نداده که تو دیگه حقارتش کنی. ایرم نیست. رسول اکرم می فرماید که لا یجره حرص حریصین، اگر صد بدبخت حریص هم باشی کمی مال دنیا به من بیاید او خدا اگر نخواسته باشه بطر نمیایی، این دنیا را نمیگیری تو بعمیدم نشه. اگر مردم هم بد بینن که تو یاسم فایده نکنی، الله جل شأنه او یاسم میتید او با نافاریدن مردم هم خدای بزرگ نگه کنه. برای همین این دنیا و کیرایی نداره که من یک کس حقارت کنم یا فلان یک کس حقارت کنه یا ایو را حقارت کنه ایشوش خبرکشی کنه. ایو قد دنیا نیست. والله که به ضرر مسلمان ها آید، به ضرر اسلام است. یاسم یک کسا میگیرن بچه یک کسا غم میتین، فرزند یک کسا غم میتین، والله که هر یاسمی که او صرف که گیت در قیامت جواب میتین. خدا هم برکت چایت میگیره. الله جل شانو فرزند تو در مبتلا میخوان نکی با اینه خدا یک فرزند به توفیق مینه میره یک کسا بکشه یا یک کسا از نسیلان مینه خدا ایو بدل میره. شرمنده ای دنیا و او دنیا میکنه. این دنیا و گپ نیست. میگذره هموی که پیشکی رفتن طوری که پرکن هم جا خوان مارم با هم جر میریم ایتا پرکا میریم. نیکی مهم یه که در پیش خدا چی جواب میتیم، چخیل با خدا رو برو میشیم، چخیل با محمد رو برو میشیم. چی میگه محمد صلی الله علیه و سلم حالا که امتاش ما آزار میتیم. دعا کنیم که الله جل شانو از جمله کسانی نگردونم که ما امتای محمد آزار بودیم، از جمله کسانی نگردونم که ما سخن خدا و پیغمبر رد کنیم، از جمله کسای او الله جل شانو ما را نگردونه که ما خوف خالق فراموش کنیم ای مخلوق بترسیم، از جمله کسای نگردونم که به خاطر مال دنیا به اسلام ضربه بزنیم، به خاطر یک ساعت زندگی کردن یا یک سوم یافتن ما اسلام عزیز خاک نیم. خداوند توفیق انصاف همه ما و شما را زیاده بگرداند یا رب العالمین.